از فروپاشی اتحاد شوروی 25 سال پر شد، اما هنوز هم نوستالژی برخی از ساکنان تاجیکستان با آن دوران زیاد است و از این نوستالژی ساکنان، استحصال کنندگان و مالکان شرکت‌های گوناگون خیلی ماهرانه استفاده می‌برند. برای مثال استحصال کننده لیموناد، یک خانم از شهر خوجند، پولوتووا، محض به لیمونادش اسم SSR را داده است و فکر می‌کنم مقصد اون این است که آدمان، آنهایی که دوران شوروی را یاد دارند، با دیدن این نام به یاد بیارند صفتی لیموناد دوران شوروی رو و البته از این محصولات او زیاد خریداری کنند. و همچنین در رفع طرف دست چپ نیز مشروبات نوعی اندروپوفسکا نیز را مشاهده کردن ممکن است. این مشروبات، این عرق محصولات شرکت سیهون باز هم در شهر خوجند است و بسیاری از خصوصا کلانسالان وقتی از این رفعی مشروبات دیدن میکنن، البته توجه آن را عکس اندروپوف در این عرق جلب میکند و نوابسته به قیمت و اندازهش بسیاری ها البته هنگام انتخاب مشروبات انتخابشان سری محض نوع عرق اندروپوفسکای میافتد. مالکان دستگاه‌های فروش آبی گازناک هم برای خوشخرید شدن آبشان آبی گازناک SSR می‌نویسند. هرچند تجهیزات خودکار آبی گازناک فروشی زمان شوروی در کوچه و جاده‌های دوشنبه کیها ویران و فرسوده شده، باقی مانده‌شان به دست صاحبکاران الهیده افتاده است. همون کلباسه هاش زیاد استایش میکنن، چه واقعا اون دوره واقعا همه خیلی بود. اگر در مقایسه با زمان حاضر اگر کنیم، در حقیقت روی راست باید بگیم که کمچین بود و لیکن با صفت. کمچین بود و با صفت. حاضر از حد زیاد بسیار، چون که من از ممالک خارج کشور میبیارن، استحصال خودی هم هست، از لحاظ من صفت و نرخ و نوا اون بیشتر خوبتر بود. حالا در تاجیکستان به فرق از آوان شوروی کمبود مال و محصولات از بین رفت و رفع‌های دکان‌ها غنی‌تر شدند. مال‌های خوش صفت استحصال خارجی نیز که به اصطلاح پادپریلافکا فروخته می‌شدند برای همه دسترس است. ناموش اندروپوفسکی هم بطولکا نگاه کردیم، بطولکا اتیکتی هم اولی اتیکتیش پرونده دیدم، بطولکا نگاه کردیم می‌بینیم SSR می‌خوای با ناموی وای کردیم اکواتش اندروپوفسکی. برای اون که وقت اندروپوفسکی عرق اندروپوفسکی نبود، لیکن چی می‌گفتن وقت اندروپوفسکی می‌گفتن از صبح و چون وقتی من یک مدت با یک نمودی عرق مثل ارزون برآورده بودن، نرخ ارزون کرده. پیشتر شیشی بیان ویسش همون چی نستالژی و یک بینید نمودی دورش خودی دوره سریات خاطر می‌گیره. با تاکید این مسئول شرکت سیهون، عرق اندروپوف زود مشتریان زیاد پیدا کرده در میان انواع مشروبات این شرکت از همه سر خریدار است. عرق اندروپوف در میان دوستداران مشروبات تا حد معروفیت پیدا کرد که همکنون چندین صاحبکار الهیده و شرکت‌ها نوعی تقلبی عرق اندروپوف را ساختند که از سوی مسئولان تاجیک استاندارد آشکار شده است.